1 ماه 2 ماه پیشتر با ما معلوماتی رسید که شهروند نامبرده از شهر دوشنبه به ترکیه سفر کرده، در اونجا از اونجا به مقصد به سوریه رفتن داشت، ولی در اونجا مقامات داخلدار جمهوری تاجیکستان و با همکاری جمهوری ترکیه دستگیر کرده اونو به وطن برگردانده شد. بازی خانواده‌اش چی میگن مثلا؟ البته چیزی که به همه معلوم است، خانواده اونها به اون درجه‌ای که همین واقعیت باور دارن که فرزند اونها ندارن، به این واقعیت باور نداشتن، چون که او فکر میکردن مادرش پدر ندارد. البته مادرش مادر و خواهر دارد. او در شهر دوشنبه زندگی میکرد، ولادت شده بود. موافق معلومات ما بعد از تولد فرزند یکمش او به ترکیه رفته، خیلی چیزی که گفتیم در بالا، بعد مادرش آگاه میشود، به این باور نمیکنه.